السلام علیکم داملای محترم. ما زنها یک سوال داریم. همه میگوید که زنها را با مسجد آمدن درست نیست، یعنی با نماز جمعه. با این سوال جواب گویید. اگر امکانیت باشد برای زنها یک جای معین کنید. التماس خواهش زنها هست. یعنی این مسئله در اداره مفتیات حل شدگی بود. گویم یک گروه عالم های تاجیکستان یک جایه شدند و فرمان صادر کردند که یکی از آن فرمان ها این آمدن زن به نماز جمعه ناجایز است، گفتند مکروه است. این در خانه پیشینش خواند. این یک گروه عالم های تاجیکستان فتوا دادگی هستند. از این خاطر یعنی ما گویم برای شما یگان جای آماده کردن ده شرایط هم نداریم و تا زمانی که باز این عالم ها اگر فتوای صادر نکنن برای آمدن زنها، باور کن از دست ما چیزی نمی آید. تا اگر همون عالم ها باز یک جایه نشده و باز زنها را دعوتی به جمعه نکنن، یعنی از دست من هیچ چیز نمی آید. هیچ چیز نمی آید. اگر چنده که امروز زنها احتیاج به شنیدن امر معروف دارند، احتیاج دارند. امروز اگر ما زنها را امر معروف کنیم، نهی منکر کنیم، انشاءالله باور کنیم خاندان تاجیک مثل یک گلدسته می شود. فرزندای ما و شما با زیادتر همین تاجیکستان را دوست می دارند. دخترای ما و شما دخترای با حیا می شود. اگر ما امکانیت داشته باشیم که زنها را نصیحت کنیم، زیرا که امر معروف فقط برای مرد نیست بلکه برای زنها هم هست. امر معروف باید زنها هم گوش کنند. لیکن امروز که مبادایی که گویم یعنی فتوا که صادر شدگی هست، ما هم تابع مفتیات هستیم، ما هم اجرا کننده فرمان همون گروه عالم ها هستیم. از این خاطر در این بابت من چیز بهر شما گفته نمیتوانم، هیچ چیز گفته هم نمیتوانم. فقط اگر در کجایی که شما میتوانید که اگر یک جمعیتی اگر وجود داشته باشد، ما میتونیم که بین شما رفته چیزی از سخن خدا و پیغمبر در بین شما رسانیم. الحال همین قدر گویم امکانیتش نزد من هست، دیگر از این زیاد من امکانیتی ندارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحال مادرای که گویم که صحبت مرا انشاءالله میشنوند، از اونا الحال گویم خواهش من همین است که همون زن انصاری، همون زنی که از مدینه نزد حبیب خدا آمد و گفت ای حبیب خدا، مردها نماز جمعه می روند، مردها نماز جماعت می روند، مردها نماز گویم عید می روند، مردها عیادت بیمار می روند. این قدر ثوابهای زیاد اونها صاحب می شوند. ما باشیم در خانه نشسته ایم، چیکار کنیم که برابر مردها ثواب می گیریم؟ حبیب خدا به جانب مردمی که در اطرافش نشسته بود گفت آیا این گونه سوالی که این زن داد از دیگر زن شنیده بودین یا نه؟ گفتن نه نشنیدیم. گفت ای زن، گفت برو به تمام زنهای مدینه برسان که آن ثوابی را که مردها در نماز جنازه و در نماز عید و در عیادت بیمار و نماز دیگر ثوابهایی را که چی در جهاد و مردها برخوردار میشوند، شما هم برخوردار میشوین زمانی که در شوهرهاتون خدمتگار باشین. یعنی شما اگر خدمت شوهرها را کنین، شوهرها از شما راضی باشند، شما ثواب جهاد هم میگیرین، ثواب جمعه را میگیرین، ثواب نماز جنازه را میگیرین، ثواب عیادت بیمار هم خداوند در نامه اعمال شما می نویسد. از این خاطر الحال که رخصت نیست، شما می توانید که با این عمل چنگ زنین، انشاءالله برابر مردها ثواب میگیرین.